سلام دوستان گلم، خسته نباشید. نمیدونم از کجا باید شروع کنم یا چجوری باید بهتون معرفی کنم، ولی آیدین سلطانی هستم، ساکن خراسان رضوی. شغلم کشاورزی پسته است. خواستم بیشتر با این صنعت کشاورزی و حتی این محصول آشناتون کنم. ببخشید اگه من این کم تا بق میزنم یا ویدیو هم کیفیتش خوب نیست. فقط خواستم بهتون بگم که خوشحال میشم اگه من دنبال کنید. این قسمت از باغمون رقم بادومیه و همینطور که میبینید اول فصله و اینکه درخت‌ها تازه از خواب زمستونی بیدار شدن. این رقمی که میبینید بادومی یا سفید، همینطوری که میبینید تازه داره شکل میگیره پستا و خوشه پستا. درخت پسته تقریبا از سالی که کاشته میشه بعد از 3 سال پیوند میخوره و تقریبا 4 سال هم بعد از پیوند دیگه شروع میکنه به بار دادن و اون باری که خواسته باشین برداشت بشه از سال 10 تا 12 شروع به باردهی خوب و درآمدزایی میکنه. تقریبا پسته 12 سال طول میکشه تا کشاورزیش به ثمر بشینه. ممنون میشم که دنبال کنید. این قسمت از باغمون 7 هکتار رقم بادومیه و قسمت های دیگه هم زیر سطح کش داریم که انشالله بتونیم نشون میدم تو همین ویدیو. ببخشید ماشین منم یکم کثیف و خاکیه. پسته هر 1 سال در میون بار خوب، یعنی 1 سال آفشه که باری به اون صورت نداره و سال بعدش باز باردهی شد و این درخت ها سال 87 کاشته شدن و آب ما آب شوره، یعنی تو آب شور هم مشکلی برای سطح کش نداریم. پسته کاری انجام بدیم تقریبا ایسیش 12,000، این قابل شرب نیست آب ما. اینجوری که میبینید 30 سال باردهی. و این ویدیو فقط ویدیو معرفیه، چون که تجربه تو این کار ندارم. ببخشید کیفیت ویدیو کیفیت صدا پایین و اینجا تمام میشه. بریم که باغای بعدی رو ببینیم. خب بچه، این رقم احمد آقاییه. همینجور که میبینید پستش زودتر استارت خورده و درشتر از پسته بادومیه. سطح باروری و باردهی پسته احمد آقایی بیشتره ولی نیاز به آب شیرین داره. تو آب شور یکم تنشش بالاست. ببینید باردهی خیلی خیلی خوبی داره. این درخت ها تقریبا
22-23 سالشونه. و شغل ما هم سختی های خودشو داره، چون از این فصل شروع میشه دیگه سمپاشی ها و کارهای نگهداری پسته تا برج 6 تقریبا. ببخشید گوشیم زنگ خورد. کلا شغل کشاورزی، البته کشاورزی تو کشور ما با این کود و سما و قیمت پایین محصول، چون که نهادینه‌های کشاورزی همون کود و سمای کشاورزی خیلی خیلی گرون شده و واقعا کشاورزی چجوری بگم، هرچی در میاری یعنی همون هرچی خرج میکنی همونو در میاری، سود آنچنانی برات نداره. اینو از باغ رقم احمد آقاییمون میرم که انشالله تو قسمت بعدی رقم های دیگه پسر بهتون نشون میدم. نگاه کنید. ممنون میشه منو سابسکرایب کنید و ویدیومو لایک کنین، چون با لایک کردنتون من ویدیوهای بیشتری میذارم کانالم. ممنون میشم ازتون. خداحافظ بچه.